به نام خداوند بخشنده مهربان و بر مبنای قانون اساسی و متمم آن، از امروز 9 آبان ماه 1359 هجری شمسی که 21مین سال زندگی را آغاز می کنم، آماده قبول مسئولیت‌ها و تعهدات خود به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلامی دارم و با توجه به وضع استثنایی کنونی ادای سوگندنامه مندرج در قانون اساسی را به زمانی موکول می کنم که تاییدات الهی شرایط آن را فراهم